خب دوباره سلام. حالا مرحله پولیش ماشین تمام شده، تمام کل ماشین حتی تا سقفش رو پولیش زدیم. حالا نوبت هند پولیتور یا پولیتور دستی که اینجا که می‌بینید پولیش شده، یه مقدار مواد روی دستمال ریزیم و کل ماشین رو تمام درزا قشنگ نگاه اینجا رو تمام درزا رو کامل همه جایی که ماشین پولیتور روش رفته همش دوباره با دست زیر دستگیره ها تمام بغلا بغلا همه جا اینجا هم که نمیگرفت با دست دادیم. اینا همه اینجوری پولیتور میشه، هند پولیتور میشه. هند پولیتور هم بهترین روشی زدنش اینه که اول این دستمال رو باید کفنی گوسفند بهترین چیزه، یعنی که گوسفند کشتارگاه گوسفند رو میکشن کفنی رو بیکشن روش، اون کفنی بهترین چیزه واسه هند تنظیف آقا تنظیف. آره دار نمیدونم اسمش چیه. بعد هند پولیتور رو روی دستمال میریزی و بهترین چیز که رد ماشین پولیتور باید به این حالت چرخشیه. وقتی که اینجوری میچرخونی اون خط ماشین پولیتور رو از بین میبره، چربی پولیتور رو از بین میبره و رنگ رو یه حفاظ میشه روی رنگ برای آفتاب سوختگی و بارون و آب نمک که تو اتوبانا زمستون میریزن رو اونم یه حافظ میشه براش. همینجوری که میبینی اول میزنیم روی تمام ماشین، بعد با یه دونه دستمال قشنگ پاکش میکنیم. این هم مرحله آخرشه که بعد از این که زدیم همه ماشین رو پاکش میکنیم، شیشه ها رو پاک میکنیم، ماشین تمام میشه. این ماشین روش درست کار شده چون توش بزرگ اولا بعد توش خیلی کثیف بوده. حالا وقتی هم که تمام شد دارتون فیلم میگیرم این چجوری. ممنون.